فکر میکنم 1000 پیراهنت میکشم خطا بدی چشمایتون مرا سیری میکنی از ترس جبون مردم بزده این زن باید در چوک کابل برهنه میشو تا ای که برهنه کردنی ازی عبرت به سایر زنای میشه که آزادی خواستن آزادی میخواهن و فحشا میخواهن در وطن فحشا میخواهن آزادیان فحشا خیلی این برهنهش که خونه جابا این زن باید در پشت دارسن حکومت بسته میکرد در زمین سرکهای خامه ای را کش میکرد تا این عبرت میشو برای سمر و سرابی تو زن در افغان